یعنی حیوان ها روز قیامت خاک میشن، یه بار زنده میشن. حیوان ها هم روز قیامت زنده میشن، یه بار قطار آدم های، جن ها، فرشته ها زنده میشن. حیوان ها بین آنها قصاص میشد. کدام حیوان رو در دنیا ظلم کرده باشد، الله تعالی حق را به صاحبش میستاند، برای او قوت میدهد تا اینکه قصاصش رو بگیرد. بعد از آن برای آنها گفته میشد که کونو ترابا، خاک شوید. حیوان ها خاک میشن دیگه، نه عذاب نه راحت برای آن، نه جنت نه دوزخ. اونا حیوان ها یعنی جنتی و دوزخی نیستن برای آنها، چون که در دنیا حساب و کتاب نبود. وقتی که آنها را الله تعالی میگه که کونو ترابا، خاک شوید، و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، در سوره نبأ الله تعالی خبر میدهد که شخص کافر همین منظره رو دیده میاد که یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش منم مثل همین حیوان ها خاک میشدم، نه جنت بود و نه دوزخ.